تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام. امروز در برنامه یک مهاجر توجیک که قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است در تاجیکستان به زندان محکوم شد. مادر با تقدیم گرده به پسرش حیاتی دوباره بخشید. مادرم برای من گرده‌اش را هدیه کرده است. من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم. و تمرین با سلاح جنگی سرد و یا سربازان روسیه در مناطق یخبسته آرکتیکا چی می‌کوبند؟ هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفعت‌ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا میباشد. تمام تمرین‌های ما به این منطقه یک مهاجر توجیک که قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است در تاجیکستان به زندان محکوم شد. به قول دادگاه رحمانخوجا اسلاموفی 27 ساله در شهر مسکو طریق اینترنت ساختن مواد ترکنده را آموخته از امتحان جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی می‌گذرد. او را ابتدای سال روان در زادگاهش ولایت ختلان به حبس گرفته بودند. آرزوی کریم از جزئیات بیشتر این قضیه آگاه است. دادگاه رحمانخوجا اسماعیلوفی 27 ساله را بر اساس ماده 178 قسم 2 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی اشتراک در اتحادیه‌های جنایی برای 10 سال روانه زندان نمود. از مقامات دادگاه ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفتند که حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و احتمال شکایت بردن نزدیکان رحمانخوجا اسماعیلوف نیز وجود دارد. اما نزدیکان او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کردند. وکیل او نیز باشد میگوید که تفصیلات بیشتر دادن نمیتواند چون شرطنامه میان سودشونده و او تا مرافعه دادگاهی بود که یعنی هنوز دیگر باره به او مراجعت نکردند و نمیتوانند که در این باره صحبت کنند. و باز یک خبر در همین موضوع. یک زاده تاجیکستان با نام ابو یوسف به جای شیخ صلاح‌الدین رهبر گروه جنگیان ازبک در سوریه انتخاب گردیده است. ابو یوسف در میان جنگیان ازبک همچون فرمانده و داننده علوم دینی شناخته می شود و چندین عملیات را علیه ارتش سوریه در ادلب رهبری کرده است. شیخ صلاح‌الدین 43 ساله که از بنیادگذاران گروه امام البخاری در سوریه معرفی می گردید روز 27 اپریل در شهر ادلب با ضرب گلوله کشته شد. رو می‌آوریم به افغانستان. ترکیش نیرومند در مرکز کابل کمش 8 نفر را به هلاکت رسانده چندین کسی دیگر را زخمی کرد. خودمان شفاخانه وزیر اکبرخان کابل میگویند بسیاری از مجروحان در وضع وخیم قرار دارند. یک تعدادش متاسفانه حالتش وخیم است ولی کار بالایشان جریان دارد. دکتر صاحبا به صورت بسیار جدی به خاطر نجات حیات هموطنان ما تلاش دارند. مسئولیت این حمله را بخش محلی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی که هم با نیروهای حکومت افغانستان و هم با گروه آشوبگر طالبان دست به گریبان از بر عهده گرفته است. تفصیلات موضوع در گزارش کیومرث عطا. صبح 3 می در کابل بر اثر حمله مرگ طلبانه بالای کاروان ماشین‌های نظامی پیمان ناتو کمش 8 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، دست کم 28 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که اکثر قربانی ها افراد ملکی بودند. تلفاتی که به ما گزارش شده 8 نفر شهید است و 25 نفر مجروح، همگیشان افراد ملکی هستند. هدف انتحار کننده کاروان از نیروهای بین المللی بوده که از این ساحه می گذشتند. به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده، قسما یک واسطهشان خساره‌مند شده. به قول شاهدان هنگام حرکت کاروان نیروهای خارجی یک تویوتا کرولا منفجر گشت. تو زخمی خود زیاد بود در بین دیگه. در بین گلدان ها 7 نفر در بین گلدان افتادگی بود. حالا معلوم نشده است که این بمبگذاری مرگ طلبانه بود یا نه. ماشین های زره‌پوش مربوط با نیروهای کمکرسان پیمان ناتو زیان ندیدند و به پایگاه برگشتند. سخنگوی نیروهای ناتو کاپیتان امریکایی بیل سالوین ابراز داشت که در نتیجه ترکیش 3 نظامی امریکایی مجروح شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. ایران از ترکیه طلب کرد که قضیه کشتار سید کریمینیان شهروند ایران و رهبری شبکه تلویزیونی جیم تیوی را تحقیق کند. بنیادگذار جیم تیوی هفته گذشته در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبول کشته شد. این تلویزیون در تاجیکستان هم یکی از شبکه‌های پربیننده به حساب می‌رود.
برخی ساکنان میگویند آنها اساساً فیلم‌های نوی ترکی را با ترجمه فارسیش از طریق این شبکه ماهواره‌ای پیگیری میکنند. راجع به تفصیلات این کشتار و محتوای برنامه‌های جیم تیوی صحبت داشتم با همکارمان از بخش رادیوی فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا میگفتید که خود این کشتار چگونه صورت گرفت و تا کنون چه فرضیه‌هایی در این رابطه وجود دارد؟ این قتل شنبه هفته گذشته ساعت‌های 8-9 به وقت محلی در یکی از مناطق ثروتمند میشه گفت استانبول صورت گرفت. آقای کریمیان که به همراه یک تاجر کویتی در خودروشون در اتومبیلشون برای صرف شام محل کارشون ترک کرده بودن، خارج شده بودن و در یکی از خیابان‌های خلوت یک اتومبیل بزرگ با 2 نفر که توش بودن جلوی اینها رو گرفتن و در عرض 2-3 دقیقه اینها رو به رگبار گلوله بستن. گزارش‌های رسانه‌های ترکیه میگه که در بدن آقای کریمیان 27 گلوله خورده و در محل حادثه فوت کرده، ولی اون تاجر کویتی در بیمارستان فوت کرده. یکی از مقامات محلی ترکیه گفته که امکان داره مسائل مالی دخیل بوده باشه در این قتل. فرضیه‌های دیگری هم مطرح شده که ممکنه از طرف جمهوری اسلامی باشه، از طرف امنیت جمهوری اسلامی باشه و فرضیه‌های دیگری که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته. خب چرا آقای سید کریمیان تصمیم گرفت که قرارگاهش را در استانبول بگیرد و اصلا چی خطری برای ایران داشت؟ تلویزیون جم تیوی اول در لندن کار خودش را آغاز کرد و چند سال بعد دفتری در استانبول باز کرد. دلیل اصلیش هم این بود که نزدیکی به ایران بود و ارزانی نیروی کار در ترکیه و اینکه تمرکز فعالیت‌های جم تیوی روی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، بازگرداندن آنها، ترجمه آنها به زبان فارسی و پخش اونها در کشورهای ایران و تاجیکستان و بقیه کشورهای فارسی زبان و همچنین کشورهای عرب زبان منطقه بود. یعنی برای ایران یگان خطر داشت یا نه؟ خطرش برای ایران این بود که جم تیوی یکی از چندین تلویزیونی هست که به زبان فارسی در خارج از کشور برنامه تولید میکنن و برای ایران پخش میکنن و از اونجایی که در ایران تلویزیون خصوصی ما نداریم، این است که تلویزیون های خارج از کشور که از روی ستلایت پخش میشن محبوبیت زیادی در ایران دارن و جم تیوی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود. 6 سال هم دادن برای در ایران و چند ماه پیش هم آقای کریمیان و چند نفر دیگر از هنرمندان از جمله خانم گوگوش غیاباً در ایران محاکمه شدند و به زندان محکوم شدند. آقای کریمیان به 6 سال زندان محکوم شده بود که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها از نظر فرهنگی میخوان نفوذ بکنن در ایران. خب تشکر میگم که فرصتی خود را برای ما جدا کردید. یادآور میشدیم که در صحبت ما قرار داشتن همکاری ما از بخش رادیوی فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید بار دیگر. مرسی. برمیگردیم به تاجیکستان. رسو 1 سال پیش ما از سرگذشت امام‌الدین خلفی 23 ساله قصه کرده بودیم که نبودن دونر گرده و پیدا نکردن مبلغ جراحی چراغ امید زندگی را در وجودش خاموش میکرد. هرچند در این مدت روزگار این جوان تغییر کرده و سلامتیش نیز رو به بهبود آورده است، اما او در صحبت با همکارانمان گفت که تا هنوز مشکلات زیاد دامنگیرش است. مادرم برای من گرده‌اش را هدیه کرده است. من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم. امام‌الدین خلف ماه می سال 2015 از زادگاهش دهه هایت ناحیه رشت برای طبابت گرده به پایتخت آمد، ولی از راه زور یا ابلوه به یک قسم حربی بدخشان به خدمت برده شد. خدمت او در ارتش همگی 12 روز ادامه کرد و در حالت وزنین او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان گفتند که بر اثر سردی هوا هر دو گرده‌اش از کار مانده است. سلامتیم تو رفت چند رفته ایستاده است. بعد شده ایست از برای که ارگانیزم دیالیز ارگانیزم چی میکنه؟ سلابی میکنه. اما ایسا بیامی نبودن دونر را ایسا بیامی کم بیزواتی موقعی نه 1 سال شد که هم میگیم دیالیز گرفته ایستیم. تنها پس از آن که مادر سالخورده‌اش سال گذشته یک گرده خود را به او داد، توانست سلامتیش را برقرار کرده به زندگی معمولی برگردد.
حالا سلامتی مادر 61 ساله امام‌الدین که در زادگاهش جماعت هویت ناحیه رشت به سر میبرد خوب است و بدون دارو زندگی میکند. امام‌الدین که حالا در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره نشین است، منتظم از نظارت پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان می‌گذرد. طبیبان این دفعه به او توصیه دادند که اکنون می‌تواند ازدواج کند چون که سلامتیش به است. از طرف معجزات است که او میتواند اویله‌دار شود، به زندگی مستقیم قدم گذارد. این غیر نشانداد برای پیوند ما نیست. خب در حاضر حالت بیمار عالی می باشد. متور پزشکان بیمارخانه پیوندسازی میگویند شانس زندگی امام‌الدین 50-50 می باشد. استعمال دارو و دوا 50% سلامتی او را تامین می کند و استعمال دارو باید تا پایان عمر ادامه کند. این داروها برای من یگان فایده چیه ندارند که مقصد مرا برای قوت هم دهند. اینا فقط ارگانیسم من همین ایمونیته بلند نشود. برای بلند اگر بلند شود او گرده را معیوب میکند. برای همین یک رزمر نگاه داشتن قوت ارگانیسم همین داروها را خورده استم. امام‌الدین خلاف میگوید برای دریافت داروهای ضروری هر ماه از 2 تا 3 هزار سامانی خرج میکرد و حالا 1,500 سامانی صرف میکند. بنابر زندگی فقیرانه امکان دریافت این مبلغ برای خانواده دشوار شده است. با گفته او چند از سازمان‌هایی که هنگام جراحی به او کمک کرده بودند حالا هم منتظم برای خرید دارو کمک میکنند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی، دوشنبه. برنامه ادامه میدیم. روسیه اخیراً توانمندی‌های نیروهای نظامی‌اش را در منطقه آرکتیکا به نمایش گذاشت. در مدت 2 سال باری چندم است که روسیه در این مکان سرد تمرین‌های نظامی برگزار می‌کند. طور معلوم مقام حقوقی و بین‌المللی حدودهای آرکتیکا مدت هاست مورد بحث کشورهای بزرگ قرار دارد. قبل از همه بحث سر قطارگوهای زیریابی لامانوسوف و مندلیف می‌رود که بنابر نتیجه پژوهشات در آن تا 12% ذخیره‌های جهانی نفت محفوظند. با احتمال زیاد روز جنگی واقعا سرد به همین شکل صورت خواهد گرفت. رویارویی در حرارت 50 درجه زیر صفر می تواند به قدر قابل ملاحظه دهشتبار باشد. روسیه سعی دارد پایگاه‌های کهنه دوران شوروی را در منطقه آرکتیکا احیا کند و توان حربی آن را توسعه دهد. اخیراً روسیه رسانه‌های غربی را با تماشای تمرین نظامی در پایگاه آلاکورت ولایت مورمانسک که در حلقه آرکتیکی جایگیر است دعوت کرد. هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفعت‌ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا میباشد. تمام تمرین‌های ما به این منطقه с этим регионом. За 2 практически с половиной года было проведено 4 учений. متخصصان ساحه انرژتیکا میگویند ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ، دانیا، ایسلندیا و چین میخواهند در استخراج و کارکرد ذخیره‌های سرشار نفت و گاز منطقه آرکتیکا سهم بگیرند. بعضی ها تخمین میکنند که رشد امکانات نظامی روسیه در آرکتیکا دیباچه دعوا برای اشغال مناطق بیشتر است. وزیر مدافع ایالات متحده جورج متیس آرکتیکا را منطقه استراتژی نامید و گفت که روسیه با اقدام‌های هنگام طلبانه حضور خود را در آنجا گسترش می‌دهد. تمرین افراد به شرایط منطقه وابسته است. تمرین عادی، تمرین جسمانی و حرکت در عملیات در شرایط آرکتیکا. سربازان جنگ و مینه‌گذاری در شرایط یخبستگی شدید را تمرین می‌کنند و امکان دارد که یخ‌های ابدی را به منطقه بحث‌های داغ تبدیل دهند. کارشناسان نظامی این عمل را مکان ترکیش احتمالی یخ‌های چندین عصره آرکتیکا عنوان می‌کنند. و یک خبر دیگر، زمین لرزه صبح امروز در ناحیه لخش سابق جرگاتول 2 منزل را قسماً خراب کرده است. مرکزی زلزله سخت که تاجیکستان را تکان داد منطقه قراکنجه ناحیه لخش در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بوده است. بنا به اطلاع مرکز زلزله شناسی، شدت زمین جنبی در مرکز آن 6 درجه ریختر را تشکیل داد. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.